من زارام. دیروز بهت گفتم میخوام بهت یاد بدم که توی مواد غذایی که میخوای مصرف کنی، وعدهای غذایی که میخوای مصرف کنی، چه چیزایی رو اولویت قرار بدی و به چه چیزایی توجه کنی، با چه ترتیبی مصرفشون کنی که بتونی با هوش‌ترین حالت ممکن عمل کنی. چیزایی که ترکیبات راحتی دارن، ترکیبات ساده‌ای دارن واسه شکسته شدن توی معده ما، مثل کربوهیدرات ساده، خیلی ساده بهت بگم، مثل قند، مثل شکر، یا خیلی راحت‌تر بهت بگم شیرینیجات، بستنی، یا حالا هر چیزی که ترکیبات ساده‌ای داره، توی معده سریع‌تر هضم میشه، سریع‌تر وارد خون میشه، قند خون رو سریع‌تر بالا میبره. داریم با همدیگه دوره میکنیم هر چیزی که تا الان با همدیگه یاد گرفتیم. سریع‌تر انسولین ترشح میشه که اون قند خونه بیاد پایین و ما سریع‌تر گشنمون میشه. یعنی وقتی یه چیز شیرین مصرف میکنیم، همون لحظه احساس میکنیم که اوه چقدر انرژی گرفتم، چقدر مثلا حالم خوب شد و فلان و اینا، قند خونم رفت بالا، سرحال شدم، ولی زودم از اون ور گشنمون میشه. اوکی؟ چون اون قند خونه سری میره بالا، سری انسولین ترشح میشه، پس قند خونه رو بیاره پایین، سری ما دوباره گشنمون میشه یه کوچولو دیگه‌اش. خب پس ما بیاین یه کاری کنیم، وعده‌های غذاییمون رو با چیزایی که شیرینن، با شیرینیجات، یا اول غذامون شیرینی نخوریم، یا مثلا میدونین چیزایی که ترکیبات ساده دارن و ما میدونیمشون حداقل نخوریم. شروع نکنیم. با چه شروع کنیم؟ سبزیجات، کاهو، سالاد. چرا میگن اول غذا بخور؟ به خاطر اینکه اینا فیبر دارن. میان اولا که به توی احساس سیری میدن، یه حجمی از معده رو میگیرن، باعث میشن که پرخوری نکنی و در نهایت هضم غذا رو هم آهسته تر میکنن تا واسه مدت طولانی تری احساس سیری میکنی. یا دیگه چی بخورم؟ روی سالادم میتونم از پروتئین استفاده کنم، مثل مرغ، ماهی، گوشت، همه این چیزایی که تو ویدیو قبلی گفتم که دیر هضمن، واسه اینکه اینا آروم هضم میشن، آرومتر قند خون میره بالا، دیرتر انسولین ترشح میشه و من دیرتر احساس گرسنگی میکنم. در نهایت این غذا، اولا که یه ویدیو هم داشتم گفتم که بذارین 20 دقیقه طول بکشه، همون غذا رو مطمئن شین که پروتئین کافی دارین ازش میگیرین از لحاظ حجمی، همون غذا رو بیاین آهسته تر مصرف کنین، دیرتر هضم میشه، مفیدتره، سالمتره، پرخوری نمی کنین، دیرتر گشنتون میشه و اصلا دیگه چی میخواین توی این زندگی؟